دزدی روز روشن. ماشینایی که میخوان ببرن بدن تحویل نمایندگی ها، آقای راننده تریلی تمام روغن هیدرولیک های ماشینا رو میکشه، یه روغن آشغال دیگه میریزه جاش. هرچی بتونه از رو لوازم ماشین هم میدوزن. نگاه کنید به همین راحتی. دبای روغنی رو میبینید کنار دستشون، 20 لیتری های روغنی رو میبینید، همه رو پر کردن. ببینید چند تا 20 لیتر روغنی ها رو نگاه کنید. تمام ماشینا هر دفعه ایشون ماشینش میاره میذاره اینجا، 3 روز اینجا تریلی میخوابه. تو 3 روز هر چیزی که بتونن از لوازم این ماشینا بلند میکنن و معلوم چه اتفاق میافته. دزدی روز روشن. ببینید این هم کاسبی تو ایران ما. نگاه کنید تمام ماشینا رو چک میکنن، دونه دونه، صندوق عقب، کاپوت جلو، همه رو چک میکنن. هر چی بتونن بلند میکنن از رو ماشینا. نگاه کنید روغنای هیدرولیک، همه روغنای هیدرولیک میکشن میریزن توی دبا. مشاهده کنید عزیزان. بعد یه روغن آشغالی میریزن جاش. ماشین خدا تومنی بعد به مشکل برمیخوره. دزدی روز روشن. مملکتی که صاحب نداره همین بلاها سرش میاد. بفرمایید. میریزن داخل دبای 20 لیتری. رفت سراغ ماشین بالایی. بفرم. کاپوت زد بالو. من نمیدونم چجوری روغنا رو میکشن. تمام روغن ماشینا رو میکشن. فیلمو دست به دست کنید تا بلکم برسه به دست یه مسئولی که دلش بسوزه برای مملکت و ای جامعه. ببینید چی کار میکنن این راننده تریلی ها. ببین آخه ماشینی که شما باید ببری به تحویل چی کاره هستی که چکش میکنی؟